کریستیانو رونالدو نیازی به معرفی نداره. اون یه نماد جهانیه. اسمش مترادف با قدرت بدنی و روحیه جنگندگیه. میلیون‌ها نفر اونو میپرسن. هر حرکتش تیتر خبرها میشه. کارهایی که خارج از زمین فوتبال انجام میده، به اندازه عملکردش داخل زمین زیر ذره‌بین قرار میگیره. این سطح از شهرت میتونه منجر به اغراق و گاهی اوقات داستان سرایی‌های کامل بشه. یکی از این شایعات که پخش شده در مورد سبک زندگی رونالدو، مخصوصاً در مورد سیگار کشیدنشه. بذارید رک بگم، هیچ مدرک معتبری برای تایید این ادعاها وجود نداره. پخش شایعات بی اساس میتونه مضر باشه. مهم اینه که واقعیت رو از داستان جدا کنیم، مخصوصاً وقتی صحبت از چهره‌های عمومی میشه. رونالدو به خاطر رژیم تناسب اندام سختگیرانه‌اش مشهوره. اون به خاطر نظم و انضباط و تعهدش به سلامت جسمانی شناخته میشه. یه برنامه تمرینی دقیق داره. رژیم غذایی سختگیرانه‌ای رو دنبال میکنه. خوابش براش اولویت داره. همه اینها جنبه‌های مستند زندگی اونه. برای رونالدو فقط موفقیت حرفه‌ای مهم نیست. اون به وضوح میدونه که مراقبت از بدنش برای طول عمر حرفه‌ایش خیلی مهمه. این تعهد به تناسب اندام با شایعات مربوط به سبک زندگیش در تضاده. اصلاً ممکن نیست که در حالی که درگیر فعالیت‌هایی هست که برای سلامتی مضره، این سطح از عملکرد رو حفظ کنه. جاه طلبی رونالدو فراتر از زمین فوتباله. او اخیراً یه استودیوی فیلمسازی به نام You Are Marv راه اندازی کرده. این سرمایه گذاری فصل جدید و هیجان انگیزی در حرفه اوست. You Are Marv قصد داره هیجان ورزش رو با داستان سرای جذاب ترکیب کنه. رونالدو در این پروژه با متیو وان، تهیه کننده معروف سینما، همکاری میکنه. فیلم شناسی چشمگیر وان شامل فیلم‌های موفقی مثل سنچ و کینگزمن میشه. چشمانداز مشترک اونها برای You Are Marv جاه طلبانه است. اونها قصد دارن از فناوری پیشرفته برای خلق تجربیات سینمایی فراگیر و فراموش نشدنی استفاده کنن. عملکرد رونالدو در مسابقات اخیر موضوع بحث بوده. در حالی که او همچنان مهارت‌هاش رو به نمایش می‌گذاره، یه سری شکست هم داشته. به عنوان مثال، تیمش النصر مقابل الاتحاد شکست خورد. با این حال مهمه که به یاد داشته باشیم که حتی بزرگترین ورزشکاران هم در حرفه خود فراز و نشیب‌هایی رو تجربه می‌کنند. شایعات پیرامون افراد مشهور اغلب بیشتر از این که در مورد خود افراد باشه، در مورد شیفتگی ما به شهرته. در مورد رونالدو، تعهدش به تناسب اندام، روحیه کارآفرینی و تلاش مداومش برای تعالی تصویر واضحی رو ترسیم میکنه. او فردی با انگیزه است که در تمام جنبه‌های زندگیش برای موفقیت تلاش میکنه. ما باید مراقب شایعات بی‌اساس باشیم و روی حقایق تمرکز کنیم. داستان کریستیانو رونالدو هنوز در حال نوشته شدنه و داستانی از جاه طلبی، فداکاری و پیشروی از محدودیته. بیایید موفقیت‌هاش رو جشن بگیریم و از الگوی سخت کوشی و پشتکارش درس بگیریم.